خیلیاتون وقتی میخواین که تاریخ تولداتون رو به من بگید خیلی عجیب میگید. مثلا این که میگید اوکی من متولد مثلا 21 فروردین هستم و تقویم نگاه میکنیم میگین خب فروردین میشه چه میدونم، فروردین میشه مارس به فارسی در واقع یا آوریل و حالا 14 فروردین میشه 14 مارچ. خب در حالی که بچه ها واقعا ربطی نداره، ماهای ما ربطی به ماهای اونها نداره. مثلا همین امروز 29 فروردین، امروز 29 فروردین در واقع 18 آوریل هست. 29 فروردین 18 آوریل، همونطور که اگر به ماه قمریش هم نگاه کنید 27 یه ماه دیگه است، هیچ ربطی به ماهای ما نداره. بنابراین اگه بخوام براتون یه مثال دیگه بزنم، مثلا 10 بهمن ما میشه 30 ژانویه. پس این که بگیم من متولد چندم کدوم ماه هستم و بنابراین میشه مثلا 3 این ماه هستم و میشه 3 یک ماهی به زبان انگلیسی یا تو تاریخ انگلیسی، نه اینطور نیست. شما باید تقویمتون رو نگاه کنید و ببینید که مثلا اگه من 3 دی باشم میشه 24 دسامبر و هیچ ربطی به تاریخ و تقویم ایرانی نداره.